شما رو خوش آمدید میگم به یه ویدیو دیگه از کانال افشین GSXR. بچه ها خوش اومدید به یه ویدیو جدید از من. بچه ها امیدوارم حالتون خوب باشه، تندرست باشید و سر حال. امروز خبر خاصی نیست دیگه بچه. امروز قراره با جیکسرمون یه دور بزنیم، یه دور. هوا خوبه، ما دیگه آلمان داره نزدیک میشه به زمستونش، این هوا دیگه پیدا نمیشه. خاطر همون مجبوریم از این هوا استفاده کنیم که رفت دیگه برگشتنی نیست. بعد تا آخر زمستون وایسیم که باز بتونیم موتور سواری کنیم. برای همون دیگه هوا خوب باشه مجبوریم استفاده کنیم و بپریم رو موتور. حاجی بعد چیزی که این موتور 600 رو وحشی میکنه این دور موتور ایناست. حاجی دور موتور این تا 18,000 تاست. الان تو بخوای ببینی من دارم دنده 5 میرم چیزی حدود 80 کیلومتر، همون 100 کیلومتر با دور 6000 دور 6000 دارم چیز در حدود 100 تا میرم. تو باید فکرشو بکن دیگه حاجی این چه دور موتور خفنی داره این موتور. عاشق دور موتور بالا اینم نه. موتور 600 اصلا دور موتور وحشی داره حاجی، یعنی GSXR 600 و CBR 600 دیگه، چه بدونم R6 از یاماها، اینا همشون دیگه موتور رایسای 600 مارکای خفنن دیگه حاجی. اینا کلن گادن برای خودشون. هم یه موتور فروشی اینجا حاجی خیلی دیوسن. یه دفعه موتور آوردم اینجا بهم چپوندن پر از سگا. چیز شده بود حاجی، این اگزوزشو باز کرده بودن اونجایی که به سیلندر وصل میشه. حالا به فارسی من اونقدر نفهمم به سیلندر وصل میشه. اونجا دو تا پیچه دیگه، نه هدر میگن چی میگن نمیدونم دیگه حاجی. اونجایی که اگزوز به اونجا وصل میشه یه پیچش از دست من شکست خونه. بعد دیگه خونم اونقدر وسایل نداشتم بتونم پیچ این موتورمو، یعنی پیچه رو ببرم و یه پیچ جدید بندازم داخلش. بعد آوردم دادم به اینا گفتم شما که دیگه مکانیکی موتوری اینو برام درست کن، پیچ از دستم شکسته، پیچه رو برام در بیارید یه پیچ جدید بنداز. خب خلاص دادم به اینا. بعد یارو بهم گفتش یه چیز در حدود 100 یورو اینا میشه دیگه کارش، چون یه ساعت کاره اینا اینجا دیگه آلمان حاجی با همون مالیات و این داستاناش قیمت اینجا قیمت کار و وسایل زیاده. حالا گفت 100 یورو میشه برات پیچ در میارم، پیچ جدید میندازم و این داستانا. گفتم باشه انجام بده. بعد موتور رو تعمیر دادم رفتم خونه. بعد یه روز بعد یارو بهم زنگ زده میگه نه این درست نمیشه. میگم چی درست نمیشه؟ میگه آره این پیچی که شکسته رو نمیشه درست کرد و نمیدونم باید چیز تو سیلندر تو ما باید عوض کنیم و نه سر سیلندر تو باید عوض کنیم اون هده تو، چون که اونجا ما خواستیم الان با دلر اونو ببریم. بعد یهو نمیدونم کج شد و پیچ شکست و سر سیلندرت به فاک رفته، سر سیلندر جدید نیاز داری. گفتم خب حالا موتورم اونقدر ارزش نداشت دیگه. موتورم سوزوکی SV 650 بود مال 2007 2006 اینا. ارزش خود موتور چیزی در حدود 3000 یورو اینا بود. بعد یارو بهم گفت آره 1500 یورو میشه برات درست میکنیم، باید سر سیلندر رو عوض کنیم و نمیدونم این داستانا. حاجی گفتم دهنت سرویس، من روز منم بهت گفتم. یارو برگشت به من گفت آره 100 یورو اوکی برو بیا پس فردا 100 یورو بده بعدش درست میکنم. بعد اینا خواستم بهم بچپونن دیگه حاجی. بعد برگشتم بهش گفتم که نه نمیخواد درست کنی، من خودم میام موتور میبرم.
بعد برگشت من میگه نه این موتور اینجوری نمیتونی ببری تو خیابون، موتور خطرناکه، اگزوزش نمیدونم شل تو خیابون ممکنه بیفته. من گفتم عیب نداره، مسئولیتش گردن خودم، من میبرم موتورمو. بعد یارو هیچی نگفت، گفتش آره پس اومدی با خودت 300 یورو بیار. گفتم 300 یورو چی؟ یارو میگه آره هزینه کارم 300 یورو شده. گفتم 300 یورو برای چی؟ الان درست کردی مگه موتور؟ میگه نه همین که کار کردی روش، ما 3 ساعت روش کار کردیم میشه 300 یورو. میگم الان کار کردی درست شده یا نشده؟ میگم با 300 یورو هزینهش میشه ولی درست نشده، واسه سیلیندرشو جدید کنم. حاجی اعصابم خراب شده بود شوخمی. گفتم برم اونجا بزنم موازتون رو جر واجر کنم. همین اعصابم خراب بود، ببینم من خدا آتیش بدم. حاجی زده موتور رو نموده با دلر، پیشو نتونسته در بیاره. بعد تازه به من میگه تو یه 300 یورو هم پول بده بیا موتور رو خراب ورد و ببر. با اینکه به من یارو گفته بود ته تهش دیگه 100 یورو میشه، من برای درستش بکنم. بعد خلاص حاجی با این جربست هم شد دیگه، جربست هم شد و گفتم نه من 300 یورو بد نمیاد، تو 100 یورو به من گفتی برای درستش میکنم، تا الان درست هم نکردی، تا دوباره اون پولی که به من گفتی هم میخوای داشته باشی. ولی میگفت نه حالا ما روش کار کردیم و نمیدونم اینجوری و اونجوری. گفتم کار کردی خود درست نکردی دیگه، کار کردی چیکار کردی؟ برای چی الان بهت پول بدم؟ حاجی بعد با اینا در روبست هم شد این داستانا. نمیخواست موتور رو بهم بده دیگه، میگفت بعد 300 یورو بدی باید موتور رو ببر. من گفتم باشه آقا باز موتور پیش تو بمونه، این 300 یورو چیزی که نوشتی چیزشو به من بده، صورت حسابش هم من میرم پیش وکیل، باز دوباره نامه از وکیل میاد برات. تا این رو بهش گفتم یارو پشماش ریخت. بعد به من گفتش نه بابا وکیل چیه، این کارهای وکیل ما نمیخوایم دادگاهی بشیم و این چیزا، همش بین خودمونه، با بین خودمون حلش میکنیم. تا همون 100 یورویی که هست و بدی میتونی ببری، چون ما 100 یورو حرف زدن نمیبره، تا همون 100 یورو رو بده موتور رو دینا برد و ببر. حالا میخواست من بچپونه خلاصه یارو. آلمانی هم هستن فکر کنم ما خارجیم دیگه، بیا بچپونم به این یارو بره. اصلا خراب کرده. بعد همون شد دیگه، 100 یورو دادم بهش، بیناموز موتورم رو گرفتم. داره هیچ کاری نتونست بکنم، بعد شد سوراخ کرده بود هده منو، هیچ کاری نتونست بکنم. بعد اینم خلاصه این داستان مکانیکی های موتور آلمانی. خلاصه نه تنها موتور مکانیکی، کلن آلمانیا مکانیکی ماشین، حالا نمیدونم کامیون، هر مکانیکی باشه کلا تو آلمان همین راضی. یعنی کسایی که آلمان زندگی میکنن باید خیلی حواسشون باشه، اینا قشنگ میچپونن با آدم. یعنی همین که میبینن یارو پاش گیره دستش گیره میمونن تا کجا بهت بچپونن. خیلی دیگه اینجا چپوندنه. بعد نمیدونم یه صورت حسابی هم برات مینویسن میذارن جلوت کنن، با همون صورت حساب میترسوننت که آقا صورت حساب باید بدی دیگه، الان تو صورت حساب به نام توست، به موتور توست یا به ماشین توست، باید بدی حساب کن. بعد بچه‌هایی که اینجا دیگه حواستون باشه حتما هر صورت حسابی گذاشتن جلوتون حساب نکنید، حتما ببینید که چنده، روش چی نوشته، ساعت کاریشون چنده، یارو چیکار کرده، برای چی پولو میخواد دقیقاً. خلاصه اینجا خیلی بد میچپونن با آدم، با اینکه حالا آلمان هم هست و نمیدونم اروپا، اینجا اروپا و اینجا بچه ها خوش کیف شدن، با اینکه اینجا اروپا و نمیدونم قانون و پلیس و این داستان هست، تلاش میکنن که به بعضی بچپونن. حالا تا هم اگه بخوای از راه درستش تعدیلشون کنی، همین که برگرده بگه وکیلم و میان بوده داستان ها، کرکوفرشون میریزه آجی دیگه، کاریت هم ندارن. بعد برای همون حواستون باشه دیگه، اگه جایی که رفتید بهتون اینجوری خواستن بچپونن بگو من میرم با وکیلم میام. بعد خودشون میدونن دیگه به خودشون و باید کنار. خوش اومدید به منطقه ما بچه ها. اینجا منظره خوشگل لیپه، ما لیپه بچه های لیپه آلمان هاجی، اون بالا داره میریم اونجا میبینید، همون آن برج تلویزیون مرام میشه اونجا
اینجا همون جایی که ما داریم میریم. Kopf, alles so ein bisschen anstrengen, musst du mehr. Ja, doch jetzt. Ja, wieder. Ja, jetzt. خب بچه‌ها امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و ویدیوی کوتاهی بود و امیدوارم حال کرده باشید با این ویدیو. همینجوری براتون یه محتوا بگیرم. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه بچه‌ها. اگه ایده ای چیزی دارید حتما برام تو کامنت ها بنویسید که خوشحال میشم. بعد بازم مرسی که ویدیو رو تا آخر دیدید. دوستتون دارم. تا ویدیوی بعد خداحافظ.